بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید و صدای ما را میشنوید، خدمت تک تک شما ارجمندان و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بی حد و حصر پروردگارمان بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های خلق عظیم در خدمت شما گرامیان هستم. به اجازه شما خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب مولانا صاحب خوش آمدید. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین. تشکر جناب مولانا صاحب. خب بینندگان گرامی، اگر به یاد داشته باشید ما در جلسه گذشته بحثی داشتیم در ارتباط و خلق دیگر از اخلاق اسلامی که خلق صداقت بود و صداقت را در پرتو آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سرگذشت و داستانهای برخی از بزرگان دین به بحث و بررسی گرفتیم و اما در این برنامه می خواهیم در رابطه با انواع صدق یا صداقت و اینکه چگونه می توانیم خود و جامعه خود را با این خوی مزین سازیم و چه چیزها و چه موارد و چه اعمال و کردار باعث اخلال در صداقت می شود ان شاء الله صحبت خواهیم داشت. به اجازه شما خدمت جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن اولین سوالی که مطرح میکنم، جناب مولانا صاحب البته ما به صورت کلی در رابطه با خلق صداقت صحبت های داشتیم و وعده نمودیم که در این برنامه به برخی از انواع صداقت اشاره میکنیم. تنها چیزی که در ذهن همه ما از صداقت مستحضر میشه این که من به شما راست بگویم و شما به من راست بگین. آیا صداقت انواع دیگری دارد؟ صداقت در مصادیق دیگری در زندگی ما داره؟ اگر میشه در رابطه توضیحات ارائه بکنید. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله العظيم. خود صداقت و همانطوری که شما فرمودیم وقتی که در بین جامعه بحث از انسان صادق و یا حرف صداقت و گفتگوی صادقانه مطرح میشه، فقط بحث راست گفتن یک شخص با شخص دیگر، این هم جزئی از اجزا یا نوعی از انواع صداقت هست. صداقت انواع زیادی داره. اگر ما بخواهیم که یک بشماریم شاید برای ما اونقدر فرصت نباشه، فقط ما به طور کلی و بعضی از انواع را هم به طور مختصرا اشاره میکنیم. در ابتدا صداقت به سه نوع میشه که باز هر نوع صداقت از خود انواع داره. صداقت مع الله سبحانه و تعالی، به همراه الله سبحانه و تعالی که انسان صادق باشه. صداقت یعنی راستگویی به همراه مع الناس، به همراه مردمان. و صدق و صداقت به همراه نفس، به همراه خود. یعنی به طور خلاصه و فشرده صدق مع الله، صدق مع الناس و صدق مع النفس. این سه نوع
در بین این سنو انواع نهفته هست که به طور خلاصه به بعضی از اونها میپردازیم. یعنی این به اصطلاح عناوین درشت صداقت میتونه باشه که انسان ابتدا با پروردگارش صادق باشه، با نفسش صادق باشه و با مردم صادق باشه. باز تحت این عناوین درشت باز فروعات دیگر مطرح میشه. بله. وقتی در انواع بپردازیم میایم در ابتدا صداقت یا صدق در نیت که مهمترین شی در ابتدا نیت هست. یعنی در هر عمل ما بخوایم آغاز بکنیم در اون نیت داریم. آیا در نیت چقدر صداقت هست؟ که به عبارت دیگر میشه گفت که وقتی میگیم صدق در نیت یعنی اخلاص در عملی که انجام میدیم، که عمل قولی باشه، عمل فعلی باشه و عمل خود تنها نیت باشه، ارتباط میگیره به صدق و صداقت و به اینها. مثلا مثال بیان میکنیم، یک شخص نیت میکنه که مسجد بسازه، یک شخص نیت میکنه مدرسه بسازه، یک شخص نیت میکنه که یک مکتب بسازه، به فقرا و مستضعفین کمک بکنه. حالا در این نیت خود چقدر صادق هست این مهمه. و همچنین صدق در لسان هست که نوع دیگرش هست که بیشتر صدق در لسان ارتباط میگیره به اخباری که بیان میشه. یعنی وقتی شخص صحبت میکنه متوجه این باشه که چی میگوید، از کجا میگوید و چگونه میگوید. صدق در گفتار به تعبیر دیگر. بله، صدق در گفتار هست که بسیار مسئله مهم و از مسائل بسیار مهمی هست و از انواعی که شخص در گفتار خود چقدر صادق هست و اینها. نوع دیگر از چون هر کدام اینها نیاز داره که تشریح بیشتری داشته باشیم، ولی چون در ذهن بینندگان عزیز و گرامی ما بمانه سریعتر میگذرم. صدق در عزم، یعنی قبلا اشاره کردیم صدق در نیت، اما نوع دیگر صدق در عزم. فرق عزم تا نیت چی هست؟ مثلا شخص نیت میکنه، سرمایه‌دار هست، پول داره، سرمایه داره، نیت میکنه که مسجدی بسازه، نیت میکنه یک شفاخانه بسازه، نیت میکنه مدرسه کمک کنه، نیت میکنه به ایتام کمک کنه، نیت میکنه، سرمایه پیشش موجوده ولی نیت میکنه که چقدر در نیت خود صادق هست، او ارتباط به خودش و به الله سبحانه و تعالی میفهمه و خودش میدانه. اما صدق در عزم، یک شخص سرمایه نداره، میگه یا الله اگر تو برای من سرمایه دادی، ثروت دادی، من در راه تو مدرسه میسازم، در راه تو بیمارستان میسازم، شفاخانه میسازم، در راه تو انفاق میکنم در این راستا. پس این عزمه که من درباره عزم یک کمی توضیح میدم که این بسیار مسئله مهمی هست که ما خیلی در جامعه میبینیم. یک شخص در ابتدا طب میخوانه، حالا عزم و ارادهش اینه که طب بخوانه. خب چه کار بشم؟ من میخوام طبیب بشم تا اینکه برای فقرا و بینوایان وقتی به من مراجعه میکنم من برای آنها مساعدت و کمکی داشته باشم. اما وقتی طبیب شد فقرا فراموش میکنه. آیا این صدق ازی درست بود؟ نه خیر. پس نکته دوم، یک شخص در راه طلب علم بیرون میشه، من عالم بشم تا این که حق بیان بکنم. آیا در ابتدا نیت این عزم این صادق بود؟ وقتی که عالم شد آیا حالا حقیقت رو بیان کرد؟ در این صدقی که در عزم داشت آیا درست و صحیح بود؟ میمونه نکته دیگر این که حتی حاکم، شخص میگه من پادشاه باشم، نیت از او یعنی عزم از او خدمت به مردم هست. پس در این راستا وقتی پادشاه شد، حاکم شد، رعیت فراموش کرد، آیا در این صدقی که ما در عزم گفتیم آیا این صادق بود؟ نه خیر. این شکل هر کدام کسی که نیت و اراده پارلمان رو میکنه، نیت و اراده ولایت رو میکنه، نیت و اراده وکالت رو میکنه، نیت و اراده اینها رو داره، هر کدام اینها وقتی که صدق در عزم اراده کرد،
یعنی گفت که اگر سرمایه دار باشم برای فقرا کمک میکنم، اگر طبیب باشم برای فقرا کمک میکنم، اگر عالم باشم پیام الهی میرسانم، اگر پادشاه باشم، اگر همه اینها وقتی عزم و اراده، اگر به پارلمان برم، اگر به شورای ولایتی برم، اگر معلم باشم، اگر مدرس باشم، همه این مسائل اگر در این عزم و اراده خود وقتی به مقصد رسید اجرا کرد، این شخص میشه صادق. اگر اجرا نکرد این شخص چی میشه؟ کاذب میشه. و چه کسی میخواد که از جمله کاذبین باشه؟ و نوع دیگر از انواع صدق در اعمال هست. اعمال وقتی که ما نگاه میکنیم دو نوع عمل داریم. بله. یک اعمال داریم ظاهری هست، یک اعمال داریم باطینی هست. بله. اعمال ظاهر، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، همه اینها اعمال هست. وقتی که شخص نماز میخوانه، خب کار نیکی انجام میده. بله. آیا در این عملی که انجام داده صادق هست؟ یعنی ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین، این مسائل را مد نظر گرفت؟ یا این که در عبادت ریا و عجب و سمعه هست، یا این که در روزه اش، یا این که در حج و در اینها؟ پس شخصی که اعمال خالصانه و مخلصانه انجام داد، این در اعمالی که انجام داده صادق بوده. همانطوری که قبلا اشاره کردیم که در گفتار اگر کسی صادق بود، آنچه که میگه در گفتار خود صادق بود میشه صادق. اگر آنچه که میگه واقعیت نداشت و اخباری که بیان کرد واقعیت نداشت، قولی که بیان، گفتاری که نمود واقعیت نداشت، خب صادق نبود، کاذب هست. در اعمال هم عین شکل. شما ببینیم وقتی الله سبحانه و تعالی بحث از منافقین مطرح میکنه، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. در اعمال خود صادق نبودن، کسالا، یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلك. در اعمال خود صادق نبودن. منافقین در گفتار خود صادق نبودن، به اینه که صفت نفاق آمد به وجود اینا. رسول صلی الله علیه و سلم هم وقتی که در هفته گذشته اشاره کردیم که اوصاف منافق وقتی که بیان میکنن، و اذا حدث کذب، وقتی سخن بگه دروغ میگه. پس نوع دیگر از انواع اعمال که وقتی انسان نماز میخوانه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، جهاد میره، در این راستا باید صادق باشه در اعمال خود. صداقت در امور باطن که تعلق میگیره به اخلاص و به خوف و به رجا و به رضا و به توکل و به اینها، این بسیار مهم هست. یک شخص نشان میده که من خیلی از الله سبحانه و تعالی میترسم، میخوای نشان بده که در وجود من خوف هست. حالا آیا در این گفتار خود و در او چیزی که در دل داره، در چیزی که در قلب داره، آیا صادقه؟ این خودش میفهمه. والله سبحانه تعالی اگر در این عمل خود صادق بود، پیشگاه الله سبحانه تعالی ارزش داره. خوفش، رجاعش، محبتش. یک شخص میایه بالاخره میگه که من الله سبحانه تعالی را دوست دارم، رسول صلی الله علیه و سلم را دوست دارم، دوستان الله سبحانه تعالی را دوست دارم. محبت موضوعیه که در دل، اخلاص موضوعیه که در دل، خوف و رجا موضوعیه که در دل ارتباط داره. ما در بین جامعه هیچ کس را نمیتونیم تشخیص بدیم که فلانی شخص مخلصی هست. در عالم ظاهر ما میبینیم فلانی متواضعه، فلانی اعمال شریعت را درست انجام میده، اما اخلاص به الله سبحانه تعالی معلوم هست. ما نمیدانیم تشخیص بدیم. پس نوعی از انواع صدق که این چقدر واقعا قلب از این صادق هست، چقدر نیت از این خالصانه و مخلصانه هست، به الله سبحانه و تعالی ارتباط داره. که این به طور خلاصه و فشرده انواع صدق بود که اشاره شد، که اگرچه انواع دیگری هم داره که اگر وقت و فرصت باشه انشاءالله بیان کنیم. واقعا جناب مولانا صاحب چنانه که شما اشاره کردین، اگر خواسته باشیم که به یکایک این مواردی که شما اشاره کردین به تفصیل بپردازیم، وقت برنامه
اکتفا نمیکنه و بنابراین به آنچه که شما اشاره کردین، البته صدق انسان در نیت، صدق انسان در گفتار، صدق در عزم و اراده و همچنین صدق در کردار، به همه قدر اکتفا میکنیم. همراه با بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید، در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید. بیگمان الله از کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یکدیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید به بهانه اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خلق عظیم. قبل از میان برنامه جناب مهندس مجیب الرحمن انصاری راجع به انواع صداقت صحبت داشتند و حالا میخواییم این نقطه را بدانیم جناب مهندس که البته در این شکی نیست که همه ما میخواییم صادق باشیم، خود ما، خانواده ما و جامعه ما، اما چی چیز و چه اعمال و چه مواردی را ما باید انجام بدیم که ما با صداقت آراسته شویم؟ بدون شک آرزوی هر مسلمان، آرزوی هر انسان، هر انسانی که دارای عقل سلیم و سالمی باشه دوست داره که صادق باشه. اما اینکه چگونه ما، خانواده ما و جامعه ما به طرف صدق و صداقت سوق داده میشه، به اینه که قبل از همه چیز انسان وقتی بخواه که یک شی از آن خود بگردانه سر فوایدی رو ذکر میکنه، فکر میکنه و فوایدی رو مد نظر میاره که واضح و مشخصه برای همه ما که فواید صدق و صداقت چیست. و بعدا اگر او شی از دست داد در جای از او چی میایه، مثلا اگر صدق رفت کذب میایه، عواقب کذب چی هست و پیامدهای چگونه هست. بدون شک وقتی که انسان به فواید صدق ذکر بکنه، فکر بکنه و یادآوری بکنه هر لحظه و اگر ای را دست داد به عواقب از دست دادن این چی میآید در زندگی انسان، خود به خود انسان صادق میشه. نکته دیگر این که شخص اگر بخواه که صادق بشه و یک جامعه میخوان صادق بشن، یک خانواده میخوان خانواده صادقی باشن، بدون شک باید که الله سبحانه و تعالی را مراقب خود بدانن. من میخوام صادق باشم در صدق و اینها، الله را وقتی مراقب دانستن، الله را حافظ دانستن، الله را نگهبان خود دانستم، بدون شک صادق میشم. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی میفرماید
در سوره مجادله آیه 7 الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه الم تر ان الله یعلم من فی السماوات الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم وخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. این آیه وقت انسان مد نظر داشته باشه بدون شک انسان صادق نمیشه. به معنای این آیه الم تر ان الله یعلم، آیا نمیدانی که الله میدانه او چیزی که در آسمان ها و زمین هست؟ آیا نمیدانی که وقتی که سه نفر با همدیگر صحبت میکنن چهارمیشان الله هست که میدانه حالشان، وضعیتشان، صحبتشان، کردارشان؟ آیا نمیدانن اونهایی که 4 نفر بودن که پنجمیشان الله هست، پنجمی که ششمی الله هست؟ الله سبحانه و تعالی از تمام حال اونها واقف هست و میفرمایه الا هو معهم اینما كانوا، هر جایی که الله سبحانه و تعالی، هر جایی که باشید الله سبحانه و تعالی حال شما را میدانه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، هر کاری که انجام داده اید، اگر دروغ گفتید الله دیده، مشاهده کرده. اگر صدق و صداقت کردید الله سبحانه و تعالی همه این فعل و افعال و برنامه در روز قیامت الله سبحانه و تعالی پیش رویتان میگذاره. یعنی در همه اعمال الله را حاضر و ناظر و شاهد دانستن. و ادامه میفرمایه ان الله بكل شيء علیم، الله سبحانه و تعالی بر همه چیز دانا هست. وقتی که انسان الله را مراقب خود دانست، الله را حافظ و ناظر خود دانست، اینجا یقینا که هیچ وقت به طرف گناه که کذب باشه قدم نمیگذاره، زبان باز نمیکنه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. جناب استاد بزرگوار، ما در یک شرکت داخل میشیم، در یک خانه داخل میشیم، متوجه میشیم که در این خانه کامره های مدار بسته هست که ما را نظارت میکنه. چنان منظم می نشینیم، چنان زبان خود را متوجه هستیم، حرکات خود متوجه هستیم، تمام برنامه را متوجه هستیم که در اینجی یک حرفی از زبان ما بیرون نشه، یک حرکت بیجای صورت نگیره در این راستا. پس وقتی ما یک کامره‌ای که پشت از او یک مخلوق نه جهنمی داره، نه جنتی داره، نه عذاب داره، نه راحت داره، وقتی که ما از او اینقدر هراس میکنیم، ما اینقدر خود حفظ میکنیم، از این آیه مبارکه که میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، آنچه که از زبان بیرون میشه، تلفظ میشه، مراقب هست، کامره هست. عتید چی معنا؟ فعال، مراقب فعالی. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. داخل یک خانه که تنها نشسته باشیم شاید بالاخره انسان دچار گناه بشه، اما وقتی کنار انسان کسی نشسته بود انسان منظمتر نشسته است. بله، به حرف زدن خود متوجهه، به حرکات خود متوجهه. انسان وقتی متوجه بشه که لحافظین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، همراه ما کرام کاتبین هست، آنچه که میگم مینویسه، آنچه که من انجام میدم این صدای من ثبت میشه، این حرفای من ثبت میشه، این چشم من هرچی میبینه ثبت میکنه، جزئی ترین حرکت من ثبت ترین حرکات. پس وقتی شخص الله سبحانه و تعالی را مراقب خود دانست که الله حاضر و ناظر هست، یکی از موضوعاتی که انسان بس میکشونه به طرف صدق و صداقت اینها. نکته دوم مسئله حیا است. انسان با حیا یعنی کوشش میکنه که دروغ نگه، چون دروغ گفتن خلاف حیاست. خلاف مروت. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که الحیا شعبة من الایمان، حیا شعبه از ایمان هست، و بعد میفرمایند که وقتی حیا رفت فاصنع ما شئت، هر کار دلت میخواد انجام بدی، یعنی وقتی حیا رفت دیگه دروغ میآید. لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. در اینجا یک نکته ای که اشاره کنم که حتی قضیه حیا وقتی در وجود بود، حتی این قضیه برای اسلام و غیر اسلام هم کار نداره. مسئله ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود، وقتی در مسیر راه که پادشاه روم هست و میشنه و خبر میشه که کسی ادعای پیامبری کرده به نام محمد و اینها، میگه کسی از مسیر راه تاجری تیر شد و بالاخره او را بیاورید که من احوال پرسان بکنم.
وقتی ابو سفیان به حضور هرقل استاده میشه، هرقل سوال میکنه از او، چند سوال میکنه، هر چی که از او سوال میکنه راست میگه. بعد نکته بسیار جالب ابو سفیان میگه فوالله، والله قسم، اگر حیا در بین ما نمی بود که من فردا به عنوان یک دروغگو معرفی نمی شدم. من درباره محمد دروغهای می گفتم، اما چون حیا مانع شد که مبادا فردا ابو سفیان به صفت یک دروغگو معرفی بشه، من آنچه که موضوع بود راست گفتم و از صدق و صداقت و اینها کار گرفتم. پس از این جمله دانسته میشه که حیا وقتی در زندگی ما بود، در خانواده ما بود، در جامعه ما بود، حیا صدق به بار میاره، بی حیایی کذب به وجود میاره. وقتی کذب به وجود آمد انسان بدبخت و شقی میشه. از جمله موضوعاتی که ما را به طرف صدق و صداقت و اینها میکشانه، هم صحبت بودن با انسانهای صالح که خود الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، شما باشید همراه صادقین. یعنی انسان وقتی با همراه صادقین نشست و برخاست میکنه، با همراه صالحین نشست و برخاست میکنه، نشست و برخاست با صالحین انسان میکشانه به طرف صدق و صداقت و به طرف اعمال شایسته و اینها. و همچنین حدیثی از رسول صلی الله علیه و سلم یادم آمد که درباره صدق و صداقت که ما با همدیگر صدق بگیم، از صداقت کار بگیریم. رسول صلی الله علیه و سلم یک زنی را دیدن که با همراه طفل خود او را صدا داره و برایش میگه که بیا بگیر چیزی را. رسول صلی الله علیه و سلم برایش میگن که چی هست که تو برای این میدی؟ و زن میگه اعطیه تمرا، ما برای ازی خرما میدم به این طفل خو. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماین اما لو لم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبه، اگر تو برای این طفل خود صدا میکنی و چیزی ندی، در نامه اعمال تو نوشته میشه دروغ. شما ببینیم جناب استاد بزرگوار، یعنی مسئله صدق و صداقت حتی درباره طفل و درباره اطفال و درباره خانه و خانواده و به اینها. یعنی اینجا طفل بود، هفته گذشته اشاره کردم که امام بخاری رفتن که حدیث بگیرن از کسی از محدثین بزرگی که بعد از مسیر طولانی طی کردن، دیدن که مرکب خود را یا من الاغ خود را با دمن خالی بازی میده و صدا میکنه، به خاطر که او را بگیره برگشتن و حدیث نگرفتن در این راستا. از این نقطه حرفتون جناب مناسب یک فایده بسیار عظیمی که برداشت میشه. امروز متاسفانه برخی ها با کودکانشان، با اطفالشان، با فرزندان خردسالشان به نوعی از بی‌توجهی و نوعی از استهتار بگم برخورد میکنن و میگن خب کودک است نمیدانه، در حالی که سنین کودکی بهترین سنین و مهمترین سنینی است که میتونه پدر، میتونه والدین در وجود نازنین اطفال اخلاق اسلامی را به خصوص صداقت و امانت و این مسائل غرس بکنه و تزریق بکنه. اگر خدای نخواسته پدر با طفل خود، با فرزند کوچک خود از راه دروغ و از راه کذب پیش میره و مادر با فرزند خود با دروغ تعامل میکنه، دیگه از این فرزند و از این کودک در آینده انتظار به جز دروغ نمیتوان داشت. طبعا بدون شک جناب استاد بزرگوار، تربیه اولاد اگر بخوایم ما که 10 ساله بشه و 15 ساله بشه و بعد او تربیه بکنیم، این از جمله محالات هست که بخوایم. پس تربیه اولاد از طفولیت، یعنی از لحظه‌ای که به دنیا می آید، حتی هنوز به دنیا نیامده، باید ما مراحل داره که اون مراحل در بحث تربیه اولاد مطرح میشه. پس بناهن از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم دانسته میشه که به طفل به هیچ عنوان نباید او را فریب داد، دروغ گفت و بالاخره در مقابل اطفال خود حرفهای ناشایست به زبان آورد، چون اونها
اونها قلب اونها پاک هست، مثل که در سنگ ما نقش بکنیم که وقتی که در حجر نقش شد دیگه محوی او نابودی او از جمله محال هست. همچنین جناب استاد بزرگوار از جمله اعمالی که ما را به طرف صدق میکشانه، خانواده ما را به طرف صدق میکشانه، جامعه ما را به طرف صدق میکشانه، که مهمترین چیز هست مسئله دعا هست. شما ببینید در قسمت دعا انبیا علیهم السلام دعا میکردن. من فقط از دو پیامبر اشاره میکنم، یکی از ابوالانبیا و یکی از رسول صلی الله علیه و سلم. ابراهیم علیه السلام دعا میکردن واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا برای من زبان دیگران را به خیر و به خوبی و به صدق و به اینها باز بکن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم با او همه عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی تعلیم میده رسول صلی الله علیه و سلم را قل بگوی پیامبر که دعای رسول صلی الله علیه و سلم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا رب پروردگارا مرا داخل بکن از مدخل صدق و مرا خارج بکن از مخرج صدق و بگردان برای من یک رهنما و یک یاور و یک کمک کننده که با من یاری دهنده باشه. پس از این معلوم میشه که دعا که ما باید در خانواده خود دعا داشته باشیم، برای اولادهای خود دعا یاد بدیم، در جامعه خود باید دعا یاد بدیم که مسئله دعا مؤثر هست به این که انسان کشانده میشه به طرف صفت حمیده زیبای صدق و صداقت و اینها. جناب مولانا بزرگوار، شما به آیه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اشاره کردین و همچنین به موارد دیگری که گفتین و اجعل لی لسان صدق و همچنین ما داریم قدم صدق و مقعد صدق. اگر میشه پیرامون مخرج صدق و مدخل صدق و لسان صدق و اگر امکان داشت همچنین قدم صدق و مقعد صدق، فکر میکنم خیلی بحث مهم است. اگر به این مورد اندک اشاره مفصل تر داشته باشین، توضیحات بیشتر ارائه بکنین، ممنون میشیم، چرا به فکر ما که خیلی نکته مهمی است. تشکر. حقیقتا بسیار به سوال جالب و نکته زیبایی اشاره کردیم که ما همیشه دعا میکنیم و از این دعا شاید صریح بگذاریم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. در قسمت اگر بخوایم به تفسیر این جملات و این کلمات مدخل صدق چی هست و مخرج صدق چی هست، مفسرین اقوال زیاده دارن که از آن جمله وقتی که شأن نزول آیه مبارکه رو وقتی نگاه میکنیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مکرمه بیرون میشن به طرف مدینه منوره میآین، مفسرین میفرماین منظور و مراد از مدخل صدق مدینه منوره هست، از مخرج صدق مکه مکرمه هست که رسول صلی الله علیه و سلم بیرون شدن و به مدینه منوره داخل شدن. اما مفسرین چون آیه حکمش عام هست نکات زیبایی اشاره میکنن، خصوصا ابن قیم رحمه الله درباره این نکات در کتاب مدارج السالکین خود یک آیه شرح میده و درباره هر کدام که شما اشاره فرمودیم، دعای رسول صلی الله علیه و سلم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی، دعای حضرت ابراهیم که میفرماید واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، و همچنین مژده و بشارتی که برای مؤمنین هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، و همچنین درباره ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نکات زیبای ابن قیم رحمه الله اشاره میکنن که ما به طور خلاصه و فشرده بیان میکنم. مدخل صدق داخل شدن به امور خیر، داخل شدن به مسائل خیر، داخل شدن به مسائلی که رضایت الله سبحانه و تعالی هست. و وقتی که در مسائل خیر داخل شدیم
حالا نیاز به مخرج صدق هم هست که از این خیر ما به خوبی و زیبایی بیرون بشیم. وقتی به خوبی و زیبایی بیرون شدیم میشه مخرج صدق که مثال های زیادی هست. جناب استاد بزرگوار درباره مدخل صدق، یا میشه به عبارت دیگر گفت مدخل صدق سهل هست نسبت به مخرج صدق. چگونه هست؟ راه ورودی سهل هست، آسان هست. امیدوارم که در این نکته بینندگان عزیز و گرامی بیشتر دقت کنن که چی گفته میشه درباره مدخل صدق. مدخل صدق مثلا مثال بیان میکنیم درباره شخص در ابتدا حال داخل اسلام شد، بله، ایمان آورد. وقتی که یک انسان فرد داخل اسلام شد، مسلمان شد، حالا خود اسلام صدق هست، مدخل صدق شد. حالا داخل اسلام اگر صحیح و سالم ماند و احکامات اسلامی درست و صحیح اجرا کرد تا لحظه که الله سبحانه و تعالی میفرماید واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا را عبادت کن تا اینکه مرگ به سراغت میایه. وقت صحیح و سالم و با ایمان کامل از دنیا رفت، مخرج صدق هم به دستی میایه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من قال لا اله الا الله دخل الجنه. آخر کلام شخص اگر چی بود؟ لا اله الا الله دخل الجنه. این مثالی که در ابتدا یعنی ما داخل شدن به اسلام و از دنیا بیرون شدن با اسلام اردو مدخل و مخرج شد. آسانی از این چی هست؟ حالا شخص گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، داخل اسلام شد. بله، داخل اسلام شد، الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. آنها به داخل اسلام اگر تمام احکام اینا رو میتونه در این راستا اجرا بکنه، این مهمه. نکته دیگر که به خاطر که بینندگان عزیز بیشتر حالا میایم کل امور رو ما بیان کردیم. یک شخص در ابتدا قدم میگذاره در راه علم، در راه علم فرا گرفتن علم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید نیتش چیست؟ هدفش چیست؟ حالا اگر نیت که در ابتدا خراب بود که هیچ بحث نداریم، میمونه در ابتدا نیت بود خالصانه و مخلصانه. چرا علم میخوانی؟ به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی. چرا کسب میکنی؟ به خاطر رساندن دین الله سبحانه و تعالی. حالا شخص وقتی وارد طلب علم شد، اینجا مدخل صدق داخل شد. این که بحث نداشت، آسان بود، هر کس داخل شد بکنه و حالا رفت علم خواند. بعد از علم مثلا تحصیل رساند، از مدرسه فارغ شد، وارد پانتون شد، لیسانس، بازم مدخل صدق. حالا وارد ماستری شد، مدخل صدق. وارد دکترا شد، مدخل صدق. حالا وقت شهاده دکترا را گرفت، حالا شهاده لیسانس را گرفت، شهاده بالاخره ماستری را گرفت، در این وسط حالا مدخل داخل شد. بعد از این چی میکنه؟ یعنی آیا بالاترین مدارج علمی رسید، بالاترین مدارک علمی را کسب کرد و حاصل کرد. بعد از این چی میکنه؟ اگر مصدر خدمت به جامعه بود، رضایت الله را کسب کرد و به خاطر الله تلاش کرد تا اخیر عمر این علمی که فرا گرفت، این سندی که گرفت در خدمت دین الله گذاشت، مخرج صدق هم به دست می آید. مثال دیگر که کل جامعه وقتی جناب استاد بزرگوار ما وقتی تطبیق بدیم، یک طبیب شخص در ابتدا میره طبابت رو میخوانه، میگه من خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی و خاص به خاطر این که به جامعه کمک نمایم و برای ملت خود من یک انسان صادقی باشم. خب حالا رفت این طبابت رو خواند، مخرج صدق، مدخل صدق رو گرفت، داخل شد. آیا وقتی طبیب شد با او حرف خود صادق هست یا نیست؟ یا مدخل رو پیدا کرد، مخرج از پیشی گم نشه. مهم مخرجه، مدخل سهله، آسانه. مثال دیگر، شخص در ابتدا میره در قدم در تجارت میگذاره. تجارت عبادته، کار و معامله عبادته. الله سبحانه و تعالی در روز جمعه که روز مبارکیه میگه وقتی نماز جمعه رو خواندیم فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، بریم دنبال کار و کسب و تجارت و اینها، رزق و روزی حلال به دست بیاریم. حالا شخص به تجارت قدم گذاشت، این قدم گذاشتن مدخل صدق. حالا این تاجر شد، تاجر بزرگ شد، سرمایه به دست آمد، هتل‌های زیادی گرفت، موترهای زیادی گرفت، خانه‌های زیادی گرفت و بالاخره سرمایه بسیار بزرگی به دست آورد. حالا وقتی سرمایه به دست از آمد، این نیازه که مخرج صدقی هم داشته باشه. سرمایه رو در چه راهی مصرف میکنه. مهم اینه شما ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی برای حبیب خود
تعلیم میده، قل بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اخرجنی مخرج صدق. مهم اینه که ما در تجارت داخل شدیم، این تجارت ما به حرام کشانده نشه، به سود کشانده نشه، به مسائل ربوی کشانده نشه، بالاخره در راه معصیت مصرف نشه، یا در راه علم گام گذاشتیم و قدم گذاشتیم خدای نخواسته باعث تباهی و بربادی نشه. مسئله مخرج مهمه. مثال های دیگری هم که قبلا ما در عزم و اراده بیان کردیم، خصوصا در بسیاری از کشورها، خصوصا افغانستان ما و شما، پارلمانه. شخص وقتی که در ابتدا میخوای وارد پارلمان بشه، هر اداره دولتی و هر پست و مقامی که هست، میخوای پارلمان باشه، وزارتخانه باشه، خود ریاست جمهوری باشه و بالاخره هر اداره، مکتب باشه، مدیریت یک مدرسه باشه، در ابتدا شخص وقتی داخل میشه به نیت پاک داخل میشه، ما مصدر خدمت جامعه میشه، همه شعارش همین. حالا وقتی که داخل شدن آسانه، مهم اینه که در اونجا خود را حفظ بکنه، رشوت برایش میسر میشه، رشوت نگیره، مهم اینه که در اونجا بی‌عدالتی نکنه، مهم اینه که ظلم نکنه، مهم اینه که حق دیگران پایمال نکنه. پس بناهن این آیه وقتی میفرماید رب ادخلنی مدخل صدق، مدخل صدق سهله، مخرج صدق. و خیلی از کسانی هم جناب استاد بزرگوار که بماندن در مخرج صدق ماندن، در اینجا ماندن که وقتی رسیدن به هدف الله را فراموش کردن، بندگان الله را فراموش کردن، حتی حق و حقوق زن و فرزند در فراموش کردن، غرق هوا و هوس و بالاخره یعنی تعهدی که با پروردگار با نفس و با مردم داشتن، این تعهدها را و این پایبندی ها و این التزامات خود کاملا فراموش کردن و پیمان شکن شدن. حتی ببینیم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند سددوا و قاربوا و بعد میفرمایند واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنه. هیچ کس به عمل خود به جنت داخل نمیشه. میخوای که این ما رو متوجه بسازه که ای عالمی که تو داخل شدی از این مدخل صدق در علم، ای کسی که مثلا حتی حج مدخل صدق داخل شدی در حج، نماز مدخل صدق داخل شدی در نماز، روزه مدخل صدق داخل شدی در روزه، متوجه باش که این عمل تو به این باز فریب نخوری که ما چند حج کردم، چقدر نماز خواندم، چقدر روزه گرفتم، چقدر صدقه دادم، چقدر مساجد و اینها. متوجه باش که در صدق داخل بشدی که شیطان تو را فریب نده، این را به ریا و به عجب و به سمعه نکشانه. پس متوجه باش که مخرج درست باشه، مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق درست باشه، از اونجا بیرون بشی. و بعد میفرماین و ان احب الاعمال الى الله تعالی ادومها و این قل. نیاز نیه که انسان در راه الله چنان به کثرت صدقه بده که سبب ریا بشه و عجب بشه و اینها. اگر شخص نداره، یک افغانی به اخلاص بده، یک حبه، یک درهم، یک دینار و بالاخره یک شکم یک فقیر سیر بکنه، به اخلاص سیر بکنه، این خیلی به نزد الله محبوب تره که انسان به یک مرتبه 1000 نفر نان بده تا دیگه اخیر عمر خو. ما اینجا میخوام یک نکته جناب استاد بزرگوار اشاره کنم. بعضی انسان ها مثلا یک ماه رمضان که میشه، یک 5000 افغانی، 10000 افغانی، یک چیزی کمتر یا بیشتر و بالاخره برای فقیر کمک میکنن. فقیر که کمک کردن، بعد از رمضان وقتی که فقیر میایه، رمضان بود دیگه، چرا بالاخره همون رمضان می آمدی، چرا این وقت آمدی، تا رمضان دیگه گپی نیست. ما به این میگم که رسول صلی الله علیه و سلم وقتی میفرماید ان احب الاعمال الی الله تعالی ادومها و ان قل، همین 100 افغانی، همین صدر تقسیم بکن که هر روز یک افغانی در راه الله بدی، هر روز بدی، فقیر ناامید نکنی، کم باشه ولی به نزد الله با دوام باشه. هر شب نیازی نیه که یک شب اختصاص بدی در طول سال، یک شب 100 رکعت نماز من نفل میخوانم، هر شب بخوان 2 رکعت بخوان. روزه یک روز در میان یا هر روز روزه نگیر، هفته یک روز روزه بگیر، همیشه روزه بگیر، هفته 2 روز روزه بگیر، همیشه روزه بگیر، ماهی 3 روز روزه بگیر، روزه نفل، همیشه ایر دوام بدی. پس به اینه که از جمله دعای رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمان رب اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ارتباط به
آیه دیگری که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین بشارت میده و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. درباره قدم صدق مفسرین تفسیر کردن، قدم صدق به جنت تفسیر کردن. بعضی از مفسرین به نبی کریم صلی الله علیه و سلم، بعضی از مفسرین به اعمال صالحه هست. همینه که و بشر الذین آمنوا، مژده بده و بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن که همان برای ایشان چی است؟ برای اینها ان لهم قدم صدق، بله، جنتی که صدق هست. محمد رسول الله که به محمد رسول الله ایمان آورده اید و اعمال صالحی که انجام داده اید. درباره مقعد صدق هم علما و مفسرین اشاره میکنن، چون آیه ارتباط به متقین هست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ربهم، که در اینجا مقعد جنت هست که این جنت امتیازی که نسبت به سایر اماکن جنت داره اینه که قرب به پروردگار عالم و نزدیک به جوار پروردگار عالم و رحمت پروردگار عالم و اینها هست که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله صادقین داشته باشه و از جمله کسانی که ان شاء الله همیشه این دعا ورد زبان ما باشه که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. داخل بشدیم در صدق، الله سبحانه و تعالی ما را از این دنیا صحیح و سالم همون مخرج صدق نصیب ما و شما بگردانه که صحیح و سالم ره سپار جنت بگرد. پس نقطه مهم در بعد از ورود به مدخل صدق همانا ثبات و پایداری در هر راه و هر زمینه و هر عملی که انسان انجام میده، ثبات و پایداری و دوام در او عمل است. به اجازه شما جناب مولانا صاحب، با به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاه را میگیریم. بعد از این میان برنامه انشالله دوباره در خدمت شما خواهیم بود. نور فی الظلمات انسی فی خیر. ای مؤمنان، هنگامی که به شما گفته شد در مجلس جا باز کنید تا الله برایتان گشایش آورد، و چون گفته شد برخیزید اگر چنین کنید، الله به کسانی از شما که ایمان آورده اند و بهره ای از علم دارند درجات بزرگی می بخشد و الله به آنچه می کنید آگاه است. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستیم. بحثی که قبل از میان برنامه داشتیم بحث رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق بود و رمز موفقیت و کلید کامیابی همانا پایداری و ثبات در هر عرصه و هر میدانی که انسان گام برمی‌داره است. جناب مولانا بزرگوار، شما گفتین که برخی ها پایدار نمیمانند، ثابت قدم نمیمانند و به فکر من برخی ها از این آیه هم استدلال میکنن، میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها. درست است که من نیت کردم و من در این میدان قدم گذاشتم و این مسیر پیمودم، اما توان ندارم، قدرت ندارم. در جواب این گونه اشخاص یا این گونه بهانه ها چه پاسخ دارید؟ اگرچه من پاسخ را قبلا اشاره کرده بودم، باز هم دوباره تکرار میکنم حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که رسول الله میفرماید سددوا و قاربوا. شما وقتی داخل شدیم، بله، هدف خود را نشانه بگیریم، حرکت بکنیم، تلاش بکنیم. لیس للانسان الا ما سعی. تمام تلاش و کوشش و بندگی خود را داشته باشیم. اگر نشد بعد نرزین، بعد لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست. پس به اینه که ما جناب استاد بزرگوار، این اشخاصی که این بهانه ها را پیش میارن، شما وقتی ببینیم در قسمت کار دنیوی خود ساعتها در حالی که رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند ولنفسک علیک حق، نفس تو بر تو حق داره، 20 ساعت در کار میرن
15 ساعت در کار میرن، بیشتر یا کمتر در کار میرن، اما باز نمیگم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما وقتی قضیه دین میآیه، وقتی قضیه احکام میآیه، قضیه اسلام میآیه، وقتی قضیه مدخل صدق میآیه و مخرج صدق میآیه، اینجا دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها یک بهانه بیش نیست. تشکر جناب مولانا بزرگوار. آخرین سوالی که من میخواستم مطرح کنم این بود که برای که انسان تلاش میکنه، فرد تلاش میکنه که البته همه ما آرزو رو داریم که خدای نخواسته به کذب آلوده نشویم، اما برخی از مواردی هست که انسان به کذب آلوده میکنه یا صداقتش مخدوش و خدشه‌دار میکنه. برای اجتناب از این موارد و برای اجتناب از این اعمال چی باید کنیم؟ یعنی چی مواردی را باید در نظر بگیریم و از چی مواردی باید اجتناب بکنیم؟ در قسمت این که ما به کذب آلوده نشیم و به صدق پایدار بمانیم، اولا اینه که ما باید مطالعه داشته باشیم. مطالعه چی داشته باشیم؟ مطالعه ازرار کذبه، پیامدهای کذبه، و مطالعه داشته باشیم انسانهای کاذبی که از دنیا رفته، سرنوشت کذابین، سرنوشت بالاخره اونهایی که الله را تکذیب کردن، رسول الله را تکذیب کردن و بالاخره دین و اسلام و اینها را تکذیب کردن. اینها مطالعه بشه، انسان خود به خود از صفت کذب دور میشه و به صفت صدق و صداقت و اینها نزدیک میشه. نکته دیگر اینه که دور بودن از خود کذابین. در جامعه ما میبینیم که یک فرد آلوده به دروغ هست، یک فرد اقوالش دروغه، افعالش دروغه، کردارش دروغه و بالاخره آلوده به کذب و اینها، معاملاتش دروغه، فریب، چم. در این راستا انسان از این دور بشه. دور بودن از این اشخاص سبب میشه که انسان به طرف صدق و صداقت اینها قدم صادق باشیم، با صادقام نشین بشیم و اگر میخوایم از کذب دور باشیم از دور بشیم. نکته دیگر اینه که اتباع، یعنی پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم. ما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان اسوه و الگو برای ما بیان شدن، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیروی کنیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ما درست و صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق مصدوق بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عرصه هایی که ما بخوایم صفت های حمیده برای ما اسوه بودن. پس بناهن پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم، پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم، پیروی از سیرت رسول صلی الله علیه و سلم و مطالعه سیرت رسول صلی الله علیه و سلم. نکته دیگر این که ترک کثرت کلام، زیاد گفتن، زیاد حرف زدن، پرحرفی، زیاد هرچی که انسان حرف بزنه اشتباهات زیادتر میشه. پس به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا. کسی که ایمان به خدا و به روز قیامت داره، کسی که ایمان به روز به الله سبحانه و تعالی و به روز قیامت داره، سخن خیر بگه. اگر سخن خیر گفته نمیتونه، اولی اسمت، چه کار بکنه؟ سکوت کنه. پس خود این سکوت کردن، وقتی حرف خیر گفتن نمیتونه، سکوت کنه، طبعا از کذب دور میشه و به طرف صدق و اینها نزدیکتر میشه. نکته اخیری که بیان کنم اینه که تناقض بین قول و عمل نباشه. اگر ما یک حرف بزنیم، در قول چیزی باشه و در عمل چیز دیگری باشه، اینجا خودش انسان رو به طرف کذب میکشانه. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مهم اینه که وقت ما به مردم حرفی بیان میکنیم که های مردم نماز بخوانید، های مردم روزه بگیرید، های مردم اعمال شایسته انجام بدهید. پس وقتی کسی این حرفا رو بیان میکنه، با او قول خودش عامل باشه. پس اگر تناقض بین قول و عمل آمد،
انسان نمیتونه به طرف صدق و صداقت پیش بره. پس خود به خود انسان اقوال ما باید موافق و مطابق به افعال ما باشه که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه جز صادقین باشیم و همانطوری که الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. الله ما را جز صادقین و جز راستگویان و جز انسانهای صادق و جز کسانی که الله میفرماید و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. الله سبحانه و تعالی ما را جز اینها داشته باشه. اللهم احشرنا مع الصدیقین والشهداء والصالحین. آمین. جناب مونس، اما در یک دقیقه میخواستم یک پیام دیگری هم از زبان شما بشنوم. برخیا متاسفانه امروز فکر میکنن که صداقت به خصوص به ویژه در بحث معاملات تجاری میگن هر گاهی که ما صداقت را پیشه کردیم و از صدق کار گرفتیم گمان میکنن که این صداقت به زیان اونها تمام شده. پیام شما به افرادی که اینطور فکر میکنن اگر میشه در یک دقیقه؟ آنچه که الله و رسول صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کنن یقین هست که بدون شک به نفع هست و به نفع همه ما هست، چون الله سبحانه و تعالی به حال بندگان خود واقف هست. و این که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الصدق یهدی الی البر، یعنی به طرف زیبایی ها، در این شکی نیست. پس اگر ما میخواهیم که در بر قدم بگذاریم و او بر یهدی الی الجنه و ما را به جنت بکشانه، همه ما باید صادق باشیم. اگر در جای مسئولیت داریم در مسئولیت خود صادق باشیم، در مسئولیت خانواده داریم در خانواده صادق باشیم، زن و شوهر باید در بین همدیگر صادق باشن، اقوالنا صادقانه باشه. دو شریک که در بین همدیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در شراکتی که در او صداقت بود خیر و برکت هست. پس بناهن صدق و صداقت انسان را به طرف زیبایی ها میکشانه و او زیبایی ها چیست؟ جنت هست. اگر خدای نخواست صدق از زندگی ما رفت، صداقت از زندگی ما رفت، جایش کذب میگیره. کذب چه کار میکنه؟ یهدی الی الفجور، به طرف گناه و معصیت و زشتی ها، و فجور ما را راهنمایی میکنه به طرف نار که الله سبحانه تعالی بر خواهر و برادر، بر همه عزیزان و بینندگان توفیق صدق و صداقت برای من گوینده و برای شما عزیزان بیننده و شنونده توفیق صدق و صداقت عنایت بفرمایید. تشکر جناب مولوی بزرگوار. واقعا به هر آنچه که الله و پیامبرش دستور میدهد و حکم میکنند و فرمان میدهد در او هیچ شک و شبهه نیست که زیبایی ها، خیر و حکمت زیاد نهفته است که شاید بنده در ظاهر به او پی نبره و اما در خیر از او بلا شک هست. دوستان گرامی و بینندگان برنامه خلق عظیم، در این لحظات رسیدیم به پایان این برنامه از برنامه های خودتان. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.